روزی روزگار کدخدا آقا اقدام به رونماییدن از یک هواپیمای جنگنده کردندی. کدخدا آقا تبریک از می نمایندی. ولی حالی میکنی سوار هواپیمای ساخت فینیتو شدی. آره قال عالیه، خیلی میحالیدندم. اما ببین دارم دنبال کمربند ایمنیش میگردم، تو میدونی کجاست؟ کمربند؟ نه چیزه کدخدا آقا، تنها مشکل این هواپیما همین کمربندشه. ولی اشکال نداره، یه تناب اون پشت هست، یه سر تناب رو به خودتان ببندندی، یه سرش رو هم به صندلی تا شل کمربندش رو درست کنه. تناب؟ باشه خب میگم ببین این بند چرمی که این پایینه چیه پس؟ اون ترمز هواپیماست. تنها مشکل هواپیما همینه، ترمزش کار نمیکنه. افسار یکی از الاغ‌ها را وصل کردیم که باهاش ترمز بگیرندندیم. قال افسار الاغ به جای ترمز آخه؟ ای خاک بر سر من. باشه حالا صداشو در نیار، روشنش کن لااقل آبرومون جلو خبرنگاران نروندی. راستش کدخدا آقا، تنها مشکل این هواپیما همین است که استارت ندارندی. الان به شلشل میگویم گاوی را از طویله بیاورد تا شما فرمان هوش را صادر کنید و هواپیما را بکشد. قال این هواپیما یا گاواهن؟ آخه با این میخوایم بریم به جنگ دشمنان فینیتو؟ حالا من چه خاکی تو سرم بریزم جلو این خبرنگارا؟ قال این چی بود آخه؟ این اقتدارتون بود که ترکید.